چطوره؟ امروز اومدم موهام رو رنگ کنم. رنگی که 5 میخوام بزنم. این برنده، اصلا اسم برندش هم نمیدونم چیه و همراه اکسیدان 6%شه این برند و من همینجوری میخوام اینو بزنم به خاطر اینکه میخوام موهامو تیره کنم. ولی بچه ها روش نوشته لایت براون. حالا نمیدونم قهوه‌ای روشن میشه. نگاه کنید اینجا نوشته لایت براون، ببینید. و من نمیدونم که قرار نتیجه این موها چی بشه، چون که قرار برم موهام اکستنشن کنم و استرس دارم. طبق معمول هیچ وسیله پیشرفته‌ای برای رنگ کردن مو در منزل ما نداریم. از کاسه چینی استفاده میکنیم به عنوان کاسه رنگ. رنگم میریزم توش و اکسیدان باش قاطی میکنم. چقدر رنگ خوشگله طرحش. میبینی اسکیسایی که داره این پایین طرحش خوشگله. اسمش کاینوسه. کینوس ساینوس. واقعا نمیدونم اسمش چیه، اسم رنگش. و گفته چقدر 20 دقیقه باید بمونه روی موها. بعدش میشورین و سشوار میزنید و خوشگل میشه، چیزی که جبش گفته. حالا من اول رنگو میریزم توی کاسه، در رنگمون رو باز میکنیم. یه تیشرت آشغالی پوشیدم که دلم نسوزه اگه رنگی شد و قیافم از تیشرتم آشغالی تره، چون که قرار برم همون کنم دیگه. اینجا آرایش نکردم دیگه، خودمونیم. این کانال خیلی خیلی خودمونی طوره. رنگو میریزم تو کاسه. آرایشگاه برفتاو، آرایشگاه خانگی هانیکو. واقعا من نمیدونم چرا نمیرم بیرون موهامو رنگ کنم، ولی این حسی که خودم این کارو میکنم حس باحالیه. اینو کامل بریزم بیام. خب بچه ها، من بیام نزدیک به شما نشون بدم این رنگو کامل میگم. همونجوری که میبینید تا آخرین قطره خونش رو چکوندم توی این کاسه رنگ، تو آخرین قطره‌اش رو ریختم توی این کاسه رنگ و حالا میخوام اکسیدان بریزم. اکسیدان هم 6% ضد قرمزیه، یعنی چیزی که خواستم. و حالا نوبت اکسیدانمونه. امیدوارم که از این رنگ پشیمون نشن. دستکش خوب خریدم، الان دستکش خوبامو براتون میارم. دستکش دکتری خریدم. شاید بگین که تو مگه نمیگفتی اهل چوسی و اینا نیستی؟ بچه من اینو واسه رنگ مو خریدم. این برای کار تتوم خریدم و الان وسایل تتوی من خونه بودم و گفتم چه بهتره که الان از این دستکشای چوسان فسانی استفاده کنم، وگرنه که نو هشتگ نه به چوسی، نه به چوسی گذاشتن، نه به ادایی بودن. من کاملا مخالفم. حالا همش میزنیم با انگشت. اکسیدان و رنگ رو با هم دیگه قاطی میکنیم. اگه یه ریستداهایی هم شما میشنوین، این همسرمه که داره اینستاگرام گردی میکنه. چه غلط. رنگ ما آماده است. چون این رنگ تیره‌ایه نسبت به این موهام که الان این رنگیه. این قهوه‌ای تیره، شاید بشورمش مثلا یه ذره به این نزدیک شه، ولی این رنگی دیگه اصلا نمیشه. میدونم چون 7 میزدم، این رنگ 5 ولی روش نوشته قهوه‌ای روشن. نمیدونم حقیقتا چه جوریه داستانش. این رنگ ترکیب رنگمون که حاضره. خب تا خودمون رو با این کرمه چرب میکنیم، ولی مهم نیست دیگه. بچه ها این روغنه، اینو داداشم خریده، هم برای صورت هم برای بدن
هم همه چی دیگه. من برای همین میزنم به صورت، اگه در غیر این صورت نمیزدم الکی. اگه وازلین مال صورتم. پشتم گوشامون و حالا با دست خوب میسابیم اینا رو چرب شه قشنگ. من به جلوی صورت هم میمالم، مخصوصا به اینجاهای پیشونیم. و بچه‌ها یه چیزی میدونستین، اینو میبینین؟ این از این هدبندایی که حوله‌ای ان، خب کارشون چطوریه اینا؟ اینو میچرخونی وایسا، اینو برعکس میزنی تو سرت، خب بعد این گوشاش میفته عقب دیگه، موهاتو میکنی توی گوشا، بعد این گوشا رو میبندی. خب بعد این چیکار میکنه؟ میگه دیگه صورت رو میشوری دیگه موهات خیس نمیشه و موهاتو اینا این گوشا گرفتن. جالب بود نه؟ حالا رنگمون رو میاریم. ما دیگه الان آماده ایم که رنگ کنیم. من یک کوچولوشو اینجا پیش شما میزنم، بقیه‌شو تشریف میبرم خودم میزنم. همینطوری با دست به صورت شامپو به همه جای سرمون میزنیم. همه مومم میزنم، یعنی اینطوری نیست که اول ریشه رو بزنم بعد پایین مومو بزنم، کل مومو میزنم. کل موهامو رنگ زدم، به صورت شامپوی موهامو جمع کردم بالا و از این کلاها اینم باز نرفتم برای چوسی کار بخرم، از این پلاستیکا. اینا رو مهمان داشتیم برای اینکه روی غذاهام بکشم خریدم و الان دیگه اینجاست میزنم روی سرم و میذارم که 20 دقیقه بمونه روی موهام. میکشم روی سرم، اینو میذارم 20 دقیقه روی سرم بمونه، موهام رنگ بگیره. چقدر خوبن اینا دیگه، مطمئنی موهات رنگش نمیره. بچه دستم هم تمام رنگی کردم، ببینید رنگش این رنگیه، قراره موهام این رنگی بشه خب ما میریم و 20 دقیقه دیگه موها شسته شده برمیگردیم و رنگ نتیجه رو میبینیم. A few moments later. اینم نتیجه موهام، یه قهوه‌ای خیلی خوشگل شد، قهوه‌ای خرمایی. خیلی رنگشون رو دوست دارم، خیلی نچرال هم هست. قطعا دوباره این رنگ رو من روی سرم شارژ میکنم، هرچند که فکر میکنم اینو بشورم روشن‌تر میشه از اینی که هست، ولی در کل نتیجه رضایت بخش بود واسه من و موهام نچرال شد. مرسی که تا اینجای ویدیو با هم بودین. دوستتون دارم. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. میبوسمتون. خدافظ.